وقتی دو نفر با هم وارد رابطه میشن، تشکیل یه مثلث رو میدن. یه خانم، یه آقا و رابطهشون. هر سه اونها موجود زنده هستن. رابطه برای ادامه و برای بقا نیاز به مراقبت داره، نیاز به رسیدگی داره. رابطه موجود زنده است، مثل یک گیاه و نیاز به دمای مناسب، رطوبت کافی و حتی تغذیه و آبیاری داره. وقتی که اون دو نفر نسبت به هم بدرفتاری نشون میدن یا از رابطهشون غافل میشن، کسی که آسیب میبینه اون موجود سوم، نفر سوم هستش. وقتی دو نفر با هم به تعارض میرسن، تو اون تعارضها با هم بدرفتاری میکنن، از هم دیگه غفلت میکنن، نسبت به هم حرفای ناروا و ناشایست استفاده میکنن، اون کسی که آسیب میبینه نفر سومه، رابطه بین اونها. در نهایت در اثر این تعارضها، دعواها، بگو مگوها و رفتارهای منفی، اون رابطه است که سیلی میخوره، دست و پاش میشکنه و آسیب میبینه. اون دو از همدیگه جدا میشن. هر دو زنده و سالم هستن. به حیاتشون، به فعالیت‌های شغلی، تحصیلی و ارتباط با دوستانشون ادامه میدن. اما اون چیزی که میمیره رابطه بین اونها هست. پس یادتون نره رابطه موجود زنده است که نیاز به مراقبت داره و شما دو نفر که اون رو به وجود آوردین هر دو مسئول سلامت رابطتون هستین.